سلام تماشابینان شبکه اگروتک TG. با شما من یوسف عزیزوف. موافق وعده من باید این نوار درباره باج گمرکی автомашین هایی که به تاجیکستان واردات کرده می شود صحبت میکردیم. موافق وعده من باید در این نوار درباره باج گمرکی автомашین هایی که به تاجیکستان وارد کرده می شود صحبت میکردیم. و چقدر که در نوارهای گذشته من خبر داده بودم، در حقیقت از اولهای سال روان در ستانیدن باج گمرک یعنی رستموشکا دیگرگونی های زیاد وارد کرده شده است و موافق این دیگرگونی ها دیگر مبلغ گمرکی که در автомашین ها که پیشتر از روی سانتیمتر کوبی گرفته می شد نیو از روی برآورش سال از سال 2005 سر کرده تا سال 2018 نرخ ها معین شده است و این تغییرات خیلی معلومات های زیاد را در بر میگیرد. من با یک شرکتی که به این کار یعنی تیار نمودن حجت ها برای گذراندن نظارت گمرکی سالهای زیاد مشغول است و آخری کرده یک نوار تیار کرده ایستادم. ولی از سبب زیاد بودن معلومات ها من کوشش دارم که این معلومات ها را کوتاه و فهمو کرده به شما رسانم. اینچنین در این نوار سراغ اینترنتی این شرکت را به شما پیشنهاد میکنم که شما میتوانید با این شرکت در حالت کار افتادگیتان مراجعت نمایید. و عذر بسیار کمی دیرتر شد ولی روزهای نزدیک خدا خواهد این نوار را پیشکش شما میکنم و پورا تیار کردن این نوار کمی وقت زیاد را طلب میکند. اینچنین من در این نوار درباره پرداخت اندازها با بودجه از استفاده نقلیات نیز معلومات ها پیشنهاد میکنم. با ما باشید. و امروز من به شما درباره کل زیبایی که در آغوش قله‌های بلندترین دنیا جایگیر است نقل میکنم. من در نواری بایگری‌های تاجیکستان درباره ذخیره‌های آبی وطنمان به شما معلومات داده بودم. اگر کسی تماشا نکرده باشد تماشا کنید، نواری جالب است. در اینجا من دو سوال به شما پیشکش کرده بودم. یکی کلی قرقل در کجا جایگیر است و سوال دیگر درباره شما حساب بلندی زمین را که از سطح بحر میگویند چقدر میفهمید. خرسندی‌آور است که بسیاری در کامنتاری‌های نوار جواب داده با سوال‌ها درست جواب دادند. در حقیقت این کلی زیبا و ناتکرار تاجیکستان در قله‌های بلند قطارکوه‌های پامیر، انیخترش در ناحیه مرغابی بدخشانی کوهی تاجیکستان در بلندی 3914 متر بلند از سطح بحر جای گرفته است. سوال دیوم که درباره بلندی از سطح بحر را چقدر حساب کرده می شود نیز جوابهای درست بسیار بودند که چنین است. برای فهمو شدن من کوشش میکنم کمی به شما معلومات دهم. بلندی را دو نمود حساب میکنند، یکی بلندی نسبی و دیگری بلندی مطلق. بلندی نسبی فرق بلندی یک نقطه زمین نسبت دیگرش را میگویند. بلندی تپه عمارت نسبت یک نقطه زمین. ولی به ما معلوم است که قسم‌های علاهیده سطح خشکی در بلندی‌های گوناگون واقع گردیدند و یکی آنها همواری، تپه، پهنکو و غیره دارای بلندی نسبی و مطلق میباشند و بلندی مطلق را از سطح میانه آب بحر و اقیانوس معین مینمایند. زمین‌های منطقه تاجیکستان از روی بلندی میانه سطح بحر بالتیک حساب کرده می‌شود. دقت دهید. زمین‌های منطقه تاجیکستان از روی بلندی میانه سطح بحر بالتیک حساب کرده می‌شود. این چنین معنا دارد که بلندی قله جایگیرشوی کل قرقل نسبت سطح بلندی میانه بحر بالتیک در بلندی 3914 متر جایگیر است. یک فایز مساحت تاجیکستان را کل آب انبارها تشکیل می‌دهند و از این کل قرقل از همه کل کلانترین در تاجیکستان به حساب می‌رود. تاجیکان آن را قرقل، قرقیزان باشد آن را قرقل نام می‌برند که ترجمهش با زبان تاجیکی کولی سیاه می باشد. این کول در طرف شمال بدخشان در همواری حوض مانند در بلندی 3914 متر از سطح بر ساحل‌هایش تیغه‌های کوهی به یگان درخت و نباتات احاطه کردند. درازی میانه کل 33 کیلومتر و پهناییش 24 کیلومتر و میدان بزرگ 380 کیلومتر کوادراتی را اشغال کرده است. مقدار آبی این کول با حساب سالهای 1978 26.6 کیلومتر کوبی را تشکیل می‌دهد. جزیره و نیم جزیره های طرف جنوبی کول با مانند راستکنجه در نزدیکی ساحل‌های شمالی کول را به دو قسم جدا می‌کند. قسم خرد با چقوری 22.5 متر به طرف غربی کول باشد. آب‌های خرد جاری شده همواری‌های بسیار دارد. طرف شرقی کول باشد. قسم کلان کول به حساب رفته به حساب میانه چقوریش 236 متر را تشکیل می‌دهد. پهنی گلوگاهی
کول را با دو قسم جدا کننده مساحت 1 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در گرد و اطراف کول جزیره و نیم جزیره های خرد و کلان زیاد موجود است. از طرف شمال کول جزیره موجود است که درازی 8 کیلومتر و پهنایی 40 کیلومتر را دارا است و در وقت بلند شدن آب آن زیر آب بسیار میماند. رنگ آب کول کبوتی روشن را انعکاس میکند که معلوم نیست که گذشتگان ما از چه سبب این کول را قره‌کول یا اینکه کول سیاه نام بردند. بعدتر معلوم شد که در حقیقت کول سیاه نام بردن به سبب نبوده است، چون که عالمان معلوم نمودند که صافی آب این کول همگی 9 متر را تشکیل می‌دهد و خلاص. صافی آب گفته چونین نشان دهنده هست که حالتی از خود گذراندن روشنی در آب را میگویند. صافی آب در علم‌های هیدرولوژیا و اوکیانولوژیا مقدار و صورت حرکت روشنایی که از قبض‌های آب می‌گذرد و به قعر آب حرکت می‌کند معلوم کرده می‌شود. این حسابات با چند نمود که عالمان و بحرنوردان اختراع کردند گزارنده می‌شود. از همه معمولش این جسم سفیدی را با بند بسته به قعر آب روان می‌کنند و نشان دهنده چقوری قعر آب را معلوم می‌نمایند و چقوری که آن جسم سفید بر چشم نمایان می‌شود و بعد با فرمولای فیزیکی صافی این آب تحقیق شونده را معین می نماید. عالمان صافی آبهای اقیانوس هند را 40-50 متر، اقیانوس آرام را 62 متر و بحر میان زمین را 53 متر معین نمودند. لیک صافی آب قره‌کول باشد همگی 9 متر. پس گذشتگان در نامگذاری خطا نکرده بودند. چنانه که در بالا قید کردیم، یکی از خصوصیت‌های فرق کننده از دیگر کول و آب انبارهای تاجیکستان در آن است که آب کول شور می باشد و یگانه کول در تاجیکستان به حساب می رود که آب شور دارد و عالمان نیز تاها سبب‌های شوری این آب را معین نکردند. گرچند که یک چند دریاچه و مانند کالاجیلگا، کارا-ارت، موسکول و چند دریاچه خرد دیگر که آبشان شیرین است و از پیره‌های کوههای گرد و اطراف جاری شده به این کول می‌ریزند. تابستان گرمی آب همگی به 12 گرادوس می‌رسد. زمستان باشد از صفر پایان رفته تا 1 متر آبش یخ می‌کند. قره‌کول با همه این زیباییش ماهی ندارد. فقط در بالا آبش که در آن دریاچه‌های نامبر شده می‌ریزند مقدار بسیار کمی ماهیچه‌های خرد زندگانی می‌کنند و خلاص. یکی از خصوصیت‌های دیگری فرق کننده کول در آن است که کول با آن که یک چند دریاچه‌ها با آن می‌ریزند آب این کول از یگان جایش جاری نمی‌شود. دیگر خصوصیت جالبی کول در آن است که ساحل‌های کول در مساحت کلان یخپوش بوده یخ و چقوری‌های کول می‌روند و عالمان تا حال از کجا پیدا شدن این یخ‌ها را گفته نمی‌توانند. گروهی می‌گویند که این باقی‌مانده یخبندی‌های سال‌های پیشینه دور است. گروهی دیگر میگویند که این از دوره یخبندی‌های دنیا باقی مانده است و گروهی دیگر میگوید که این در دوره‌های نزدیک پیدا شده است. قره‌کول در مسافه 130 کیلومتر دورتر از ناحیه مرغاب جایگیر بوده. برای رسیدن به این کول زیبا باید عقبه از همه بلند تاجیکستان آقبایتال که در بلندی 4655 متر از سطح بر جایگیر است گذشتن لازم می آید. در ساحل‌های قره‌کول دهه وجود دارد که در آن زیادتر از 60 خواجگی زندگانی می‌کند. اهالی این دهه اصلا قرقیزان به حساب می‌روند. از سبب که آب این کول شور است، یگان جانوری آبی در این کول از قبیل ماهیان موجود نیست. این کول به استقامت کنندگان بغیر از زیبایی دیگر چیزی نمی‌دهد. مردم این دیار اساساً به چرواداری مشغول بوده دیگر کاری ندارند. در گرد اطراف کول آنقدر علف و گیاه نمی‌روید که چروای خود را آنها چرانیده توانند و آنها مجبور میشوند که تابستان چروای خود را به چراگاه‌های تابستانه که دورتر از جای ایستشان است تا ماه سپتامبر که زمستان در اینجا بر وقت سر می‌شود به چرا برند. مردم این دیار آرزوی آن را دارند که قره‌کول یکی از موضع‌های دیدنی تاجیکستان تبدیل می‌یابد و آنها می‌توانند به مهمانان داخلی و خارجی زیبایی نوتکرار این گوشه قدمی آدم کم گذاشته شده را نشان داده از این حساب زندگی خود را نیز بهتر کنند. نگاه داشتن چاروای کلان با مانند گاوها در اینجا دشوار است و اهالی اصلا به قطاس پروری مشغولند. این چاروا در این باد و هوا و اقلیم مطابقند و خراجات زیاد را طلب نمی کنند. پیدایش این کول را نیز هر کس هر خیر شهر می دهد و با یگان فکر یگانه نآمدند. اهالی ته جای در آن عقیده‌اند که گذشتگان آنها در این جای از دوره‌های بسیار قدیم زندگانی داشتند و این کول وجود نداشت. فقط در این جای یک چاه بود.
از آن آب بسیار می‌برآمد و جاری می‌شد. آهسته آهسته این آب زیاد در اینجا کول را به وجود آورد و به این مساحت رسید. گروهی عالمان دیگر میگویند که در اینجا زمان قدیم متئوریت افتاد و این حوزه را تشکیل داد و در نتیجه جمع شدن آب کول به وجود آمد. گروهی دیگری عالمان در آن عقیده‌اند و مثال می‌آورند که پریخ‌ها همیشه در حالت حرکت میباشند. آنها در وقتی حرکت به مثال بولدوزر پیش راه خود را رفته میروند. در وقتی حرکت یگان پریخ بزرگ حجم این حوزه پیدا شده است و وقتی که اقلیم دنیا گرم شدن گرفت این پریخ‌ها آب شده کول را تشکیل دادند. در آخر همین را قید کردنیم که کل مذکور در حقیقت زیبایی ناتکرار را صاحب است و دارای خصوصیت‌های اسرارانگیز و ناگشاده را در خود دارد و عالمان و گیولوگ‌های ما را می‌باید که در گشودن این اسرار و خصوصیت‌های کول کوشش‌ها به خرج دهند، چون که به گفته آنها در حالت آموختن این کول آنها می‌توانند که زیاد و کم شدن پریخ‌های تاجیکستان را که یکی از بایگری ناتکرار کشور به حساب می‌رود دقیق معین کنند. این چون در حالتی از روی کم و زیاد شدن آب کول به گفته آنها می‌توانند آنها باد و هوای بارشات را معین کنند. نوا را با همین گفته‌ها جنبست کرده تکلیف آن را دارم که هر کسی که خواهش امکانیت دیدن این کول را داشته باشد حتما از این کول دیدن کند، پشیمان نمی‌شود. با کانال اگروتک TG ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.